درود و وقت بخیر. به راهبرد با من حسینا قریشی خوش آمدید. 11 سپتامبر، روزی که تاریخ جهان به خصوص افغانستان را متحول ساخت و پای ابرقدرت دیگری را به افغانستان کشاند. 21 سال پس از آمدن و رفتن امریکا به افغانستان، آیا این کشور مسئول است؟ بعد از 11 سپتامبر، آیا آمریکا در برابر گروه‌های تروریستی موفق عمل کرد یا کارنامه سیاه و ناکام از خود به جا گذاشت؟ آیا آمریکا در افغانستان شکست خورد؟ و سرانجام آیا افغانستان دیگر مکان امن برای تروریستان جهانی نیست؟ برای گفتگو در این مورد آقای هاتف مختار، رئیس مطالعات استراتژیک افغانستان، آقای هادی وزین، استاد دانشگاه و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، و آقای نثار احمد شیرزی، فعال سیاسی و یکی از اعضای فعال حزب دموکراتیک خلق افغانستان را با خود داریم. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای مختار، بحث با شما آغاز می‌کنیم. 11 سپتامبر یادآور چی روز است و چی تاثیر بالای افغانستان داشته؟ 11 سپتامبر برای ایالات متحده آمریکا یک روز سیاهی بود و برای ملت ما هم و برای کسایی که به حقوق انسان و بشر معتقد هست این روز را محکوم میکنه. و در این روز هیچ افغان طراح و مسببین 9/11 یا 3 سپتامبر نبود. نه طراحش بود، نه بانیش بود و نه کدام اجندا و طرح برخلاف منافع ملی آمریکا و ایالات متحده آمریکا داشت. اما برخلاف، در نتیجه اشغال ایالات متحده آمریکا یک سرزمین به خاک و خون کشیده شد و صدها خانه ویران شد، مساجد ویران شد، مکاتب ویران شد و در نتیجه یک جنگ نامتوازن بالاخره امریکا هم در افغانستان، مثل که روس‌ها از افغانستان روسیا برآمدن، امریکا هم از افغانستان بالاخره در نتیجه یک معاهده بیرون شد. ما فقط به اینجا تمرکز میکنیم و با صراحت میگیم که ملت ما دیروز هم و امروز هم در هیچ حادثه جهان انوال نبودن. بله. آقای مختار، چی باعث شد که امریکا به افغانستان آمد؟ شما گفتین که گناه مردم افغانستان نبوده، ولی چی باعث شد که امریکا به افغانستان آمد؟ بدون دلیل فکر نکنم بوده باشم. هر چی که باعث شد، دلایلی که امریکا پیش میکنه و دلایلش برای ما و برای ملت ما و مردم ما مواجه نیست، قابل بحث است. آیا اسامه بن لادن در افغانستان کشته شد؟ آیا او کسایی که خانه های مردم را در هلمند و نیمروز و فراه زنده با آتش کشیدن، اونا مسببین 9/11 بود؟ آیا کسانی که در آیا طالبان پناه نداده بودن دست و پاهای مردم را بستن و با زور با زندانها برخلاف تمام قوانین موازین بشری دستهای مردم را بستن، بردن به نام سیویلایزیشن و دموکراسی و هیومن رایت. هیومن رایتشان کجا بود؟ در کجا بود؟ یک موضوع. چیزی که باعث شد امریکا در عراق چطور حمله کرد؟ چی باعث شد؟ آیا در عراق بمب اتم صدام حسین داشت؟ آیا عراق من حیث یک کشور درگیر در تشنجات داخلی خود نساخت؟ آیا در افغانستان شما راپورهای هیومن رایت، اینترنشنال امنیستی، فریدم هاوس امریکا را بخوانید، براون یونیورسیتی امریکا را بخوانید، امریکا در افغانستان جنایتی کرد یا نکرد؟ به این لحاظ ولی مسببین و طراح و بانی 9/11 افغان ها نبود و ما پرداخت کردیم. ما بدبختانه کشته شدیم، ما اسیر شدیم، ما خانه های ما و منازل ما ویران شد. یعنی آن زمان افغانستان برای جهان تهدید نبود؟ به افغانستان دیروز هم برای جهان تهدید نبود، امروز هم برای جهان تهدید نبود. کسانی که در 9/11 مسببین دست داشت، اونا در امریکا درس خوانده بودند. شهادتنامه و مدارکش هم امریکایی بود، به زبان انگلیسی میگفت، طیاره‌های امریکایی را استفاده کرد. این تئوری کانسپیرنسی جهان، خصوصا جهان اسلام، به این آگاهی داره و میفهمه. بله.
خب آقای مختار، شما گفتین که آن زمان هم افغانستان خطری برای جهان نبود و امروز هم نی. شما در یکی از برنامه‌های تلویزیونیتان حتی از رابطه تنگاتنگ میان طالبان و القاعده انکار کردین و گفتین که گزارش‌هایی که در مورد حضور القاعده در افغانستان است صرف دروغ میدیا است، ولی ما خبر شدیم که رهبر القاعده در قلب کابل کشته شد. آیا هنوزم انکار میکنین از رابطه طالبان با القاعده و این خطر نمیبینین؟ موضوع انکار نیست، اینجا موضوع تحلیل است و در یک بحث علمی و اکادمیک شما سوال را پرسش را طور مطرح بکنین که بر اساس منافع ملی افغانستان و منافع ملی افغانستان را در نظر بگیریم. اگر یک کسی در افغانستان در یک وزیر اکبرخان گرفته میشه، ما او را محکوم کردیم، گفتیم که حضور هر نوع توریست در افغانستان برای ما قابل قبول نیست. ای که رابطه امارت اسلامی افغانستان و کدام بخشش و کدام جزش با القاعده باشه، این را باید سوال شور پاسخ بدیم. ما همینقدر میتونیم بگیم که حضور هر نوع گروه تروریستی به نفع مردم ما و ملت ما نیست. تمام افراد و احزاب سیاسی که در افغانستان قبلا بودن و امروز هستند باید در بازسازی افغانستان، در روشنی منافع ملی افغانستان را از بحران سیاسی و اقتصادی سپاس. آقای شیرزی، از شما میخوایم بپرسم که آقای مختار گفتن که افغانستان آن زمان هم هیچ تهدید برای جهان نبود و این که امریکا به افغانستان آمد بدون کدام دلیل بود. در این مورد نظر شما چیست؟ و اینا همچنان گفتن که امروز هم طالبان به جهان هیچ تهدید نیست و به یک گونه از رابطه تنگاتنگ میان طالبان و القاعده اینا چیز نگفتن، با وجودی که گزارش‌های وجود داره که القاعده در پایگاه ارتش آموزش میبینه و در صفوف جنگی طالبان هم دیده میشه. نظر شما چیست؟ آیا شما با گفته های آقای مختار موافق هستین؟ ابتدا درود و حرمت خدمت خودتان، برای تحریکی شما و ملت افغانستان. اجازه بدین قبل از همه تسلیت میگم، چون هفته شهید است و ارواح تمام شهدای افغانستان، به خصوص سردار شهیدا قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود، استاد ربانی حضار، جنرال رازق شهید و شهیدای واقعی و سرزمین که به خاطر دفاع از نوامیس ملی جانهای شیرین خود در مقابل اجنبی ها و جاسوسای استخبارات بیگانه که اموال افغانستان میدان جنگ ساختن، جانهای شیرین خود از دست دادن، بر رویشان دعا کنیم و برای فامیلایشان، برای بازماندهایشان، برای پیروایشان تسلیت هستیم. ببینید، اگر به یک کم عقب برگردی به سالهای 1975، امریکا دنبالی از این بود که باید در افغانستان پایگاه داشته باشه و افغانستان تجاوز کنه و افغانستان بیاید. تاریخ گواهی از این است که حتی زمان اسرائیل خانی پیشنهادات داد، در زمان داود خان و تا زمان اسرائیل خان برای اولین بار احزاب نهضت‌های اسلامی را در پشاور پاکستان بنا نهاد. القاعده زاده خود امریکاست، طالبان زاده خود امریکاست، سربازان نیابتی امریکاست. القاعده و طالب روابط بسیار گسترده و عمیق پیدا کردن، از کنترل تمام جهان برآمدن، اینا به یک گروه تروریستی وحشی و درنده تبدیل شدن. در 25 سال قبل که حاکمیت در افغانستان طالبان گرفت، یا از بعد به تأسیسشان طالبان و یک گروه خطرناک تروریستی که القاعده در کنارشان بود، وامی و پشتیبان هستی طالبان القاعده بود و از القاعده طالبان اینا دو تا برادرای سکه و دو تا برادرای سمی عمل کردند. بود زمان هم برای دنیا تهدید بود و حال هم برای دنیا تهدید جدی‌تر شده. شما ببینید چی بهانه باعث شد تا امریکا به افغانستان تجاوز کنه. چرا افغانستان در طول سالهایی که حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، یا در طول سالهایی که همین مجاهدین در پشاور پایگاه داشتن، امریکا نتونست بیاید، باعثی که پولای بسیار هنگفتی در امریکا مصرف کرد. در 5 سالی که قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود زنده بود، چرا امریکا نتونست که به افغانستان تجاوز کنه، در حالی که تقریبا 90% خاک افغانستان هم در اختیار و کنترل طالبان بود. مگر اگر 10% خاک افغانستان پیش قهرمان ملی بود، اونم یک
یک عظمت بود و یک حراس داشت. امریکا نتونست بیاید تا که قهرمان ملی در سنه برداشتن. زمینی آمدن امریکا را در 20 سال قبل کی مساعد کرد؟ همین طالبا. با ندادن برای امریکا که باید تجاوز کنه به افغانستان و بیا افغانستان اشغال کنه، کی بهانه داد؟ آنقدر ظلم و ستم بالای مردم افغانستان کردن، آنقدر توهین و تحقیر سایر اقوام افغانستان کردن، چنانچه حال روان است. این همه عملکرد طالب بود که نشان داد که طالب جمع القاعده دو برادر سکه برای تمام دنیا خطر است و فعلا هم عین بازی عین سناریو فعلا هم روان. آقای شیرزایی، این که گفتین طالبان القاعده مثل برادران سکه هستند، خب در این صورت جهان با چه خطر روبروست؟ ببینید، شما یک امریکا را اگه بگذارید در تمام کشورها دیدید که القاعده عملیات خود انجام داد، عملیات تروریستی انجام داد. همین تازه تقریبا 2 ماه قبل القاعده هند تهدید کرد، کشورهای متعددی را تهدید میکنند. القاعده فکر کنین یک گروه تروریستی، یک گروهی که جز جنایت، جز خشونت، حرف دیگه و کار دیگه نداره، او برای دنیا چگونه تهدید میباشه؟ تهدید انفجار. ببخشید، فکر میکنین که رسمیت بخشیدن به طالبان شاید خطرات بیشتر بسازن؟ ببینید، من مطمئن هستم که طالبان به رسمیت شناختن همیشه. طالبان فقط کسانی که لابیگری به طالب میکنن اشتباه میکنن. شما با مسئله که بودید با مسئله‌تان برگردید، بگذارین این گروهی که یک چند روز آمده حاکم است، این فقط یک برنامه خاص خود داره، اینا رفتنی هستن، اینا ابدی نیستن و این بار مطمئن هستم که دیگه بنیاد طالب از بین میره. طالب و بالای خودش این بار امریکا و کسانی که حامی و اسطورنده طالب بود، طالب دیگه منفور شد. طالب دیگه در جامعه افغانستان جا نداره. تشکر بسیار طالب زیاد. به رسمیت شناخته نمیشه. ببینید، اجازه بدید میگه حرف دیگه را تکمیل کنم. موجودیت 22 گروه تروریستی در حاکمیت طالب، بازی که در دوران جمهوریت هم مشکلاتایی بود، اما این علنی شد. موجودیت رهبران تحریک طالبای پاکستان در افغانستان همش میرسونه که دیگه افغانستان مرکز حراس شده. افغانستان رفته به یک حالت برگشته که تمام دنیا از نام افغانستان حراس داره. حتی شما ببینید از برکت اینمی گروه تروریستی، حتی با پاسپورت افغانستان شما از امریکا با یک کشور دیگه سفر کنین به نام از اینکه پاسپورت افغانستان داری برای ویزا نمیده. بنابراین این سایش بالای 35 تا 40 میلیون نفوس افغانستان افتاده. ان شاء الله روزای درست و اینا نابود شدنی است. تشکر از شما. آقای وزین، شما حرفای آقای مختار و آقای شیرزایی شنیدین. آقای مختار گفتند که آمریکا بدون کدام دلیل به افغانستان آمد، ولی آقای شیرزایی میگویند که طالبان زمینه آمدن آمریکا را مساعد ساخت و آقای مختار هیچ اشتباه طالبان یادآور نشدند که طالبان دلیل آمدن آمریکا به افغانستان بوده. نظر شما در این مورد چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم در بحث و بینندگان محترم برنامه شما. باید عرض بکنم که در مورد حادثه 11 سپتامبر سال 2001 نقاط مبهم و غامض و پیچیده بسیاری وجود دارد که سوالهایی را آفریده است و این سوالها منتظر پاسخ و جواب هم و هنوز هم دانشمندان، مراکز تحقیقاتی، تحلیلگران در کشورهای مختلف به ویژه در ایالات متحده آمریکا و در غرب پیرامون علل و اسباب، چگونگی و نتایج و تبعات حادثه 11 سپتامبر بحث و بررسی و تحلیل میکنند و سوالاتی که در این مورد هست تلاش دارند پاسخ را بکنند. باید عرض بکنم که از نظر من حادثه 11 سپتامبر را باید به گونه مجزا و قطع شده و بریده از وضعیت جهان در 20 سال قبل، 21 سال قبل و همچنان اوضاع منطقه و افغانستان در کل و همچنان با توجه به پالیسی ها و استراتژی های بزرگ ایالات متحده آمریکا و غرب و قضیه و پیش‌زمینه هایی که
منجر به حادثه 11 سپتامبر شد باید بررسی بکنیم. این حادثه نباید به گونه مجزا و بریده از کل قضایای جهانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای دست یافتن به کنه موضوع اگر این ممکن باشد یا حداقل نزدیک شدن به فهم قضیه ایجاب میکند تا ما حادثه 11 سپتامبر را نه تنها در محدوده افغانستان بلکه در بستر بزرگتر جهانی و منطقوی باید بررسی بکنیم. با توجه به آنچه که من عرض کردم و بعد از و طبعا نقطه دیگری که در بررسی و مطالعه حادثه 11 سپتامبر مهم است این است که ارتباط حادثه 11 سپتامبر با پیشینه تاریخی و پایان جنگ سرد و در مجموع حوادثی که در جهان اسلام در مجموع به وجود آمد و در غرب باید تک‌بعدی شدن تک قطبی شدن نظام جهانی و قبل از آن نظام نوین جهانی. آقای وزیر عرض من این است که باید در کل باید این همه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا ما با پاسخ برسیم. اگر خواسته باشیم که به جواب شما بپردازم، یعنی بعد از این مقدمه یا اشاراتی که من داشتم باید بگویم که حادثه 11 سپتامبر و آنچه که در افغانستان واقع شد و تجاوز ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و اشغال نظامی ایالات افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا و بهانه‌هایی که ایالات متحده آمریکا برای انجام این اشغال با آن توسل جست، این برای آن زمینه سازی میشد. یعنی گزارشات موجود هست، تحلیلات وجود دارد خواهر گرامی که ایالات چی اگر حادثه 11 سپتامبر به گونه‌ای که واقع شد واقع میشد یا اگر این واقع نمیشد، ایالات متحده آمریکا تصمیم ورود به افغانستان و تجاوز بر افغانستان و اشغال نظامی افغانستان. آیا طالبان هم این زمینه را مساعد کرد؟ به هر صورت یعنی عرض من این است که تنها نمیتوان گفت که طالبان در آن وقت زمینه ساز بودند برای این هجوم، بلکه گزارشات موجود است که زمینه آن نیست که الان من با آن بپردازم. یعنی این چیزهای مدون هست، مکتوب است، مسجل هست و قبل از حادثه 11 سپتامبر در این مورد پیش بینی های وجود داشت که ایالات متحده آمریکا به دنبال یک کار بزرگ در منطقه هست که بهانه بزرگی است که حضور نظامی آمریکا را در افغانستان و یا منطقه توجیه بکنند. همان گونه که در عراق واقع شد. شما دیدید که ایالات متحده آمریکا در انگلستان در مجموع تاکید میکردند و گفتند که در عراق صدام حسین اسلحه کشتار جمعی دارد و سازمان ملل متحد برای چندین سال تفتیش میکرد. اما شما دیدید که ایالات متحده آمریکا و ناتو برای عراق شدند، اما اسلحه در پای فرجام گفتند که اسلحه کشتار جمعی وجود نداشت و یعنی این یک بهانه بود و چیزی که در افغانستان هم واقع شد. در همین سیاق باید آقای وزیر جهان سپاس. آقای مختار، از شما میخوایم بپرسم که بزرگترین اشتباهات طالبان در 2001 و حالا در 2022 کدام‌اند؟ بزرگترین اشتباه امارت اسلامی افغانستان درب مکاتب بر روی دوشیزه‌های افغانستان است که کاملا نه قابل قبول است و نه قابل توجیه و نه قابل جبران. یک روز درب مکاتب و مدارس بر روی دوشیزه‌های افغانستان یک قرن به عقب می‌کشد. نه تنها هیچ توجیه اسلامی داره و دینی، نه هیچ توجیه انسانی هم نداره. به این صورت استاد بزرگوار ما استاد وزیر اینجا هست، به خود لازم نمیدانم که در مقابل چنین شخصیت بزرگوار از موقف از دیدگاه اسلام حرف بزنم. اجازه بدین ما به نکات دیگری خیلی کوتاه خیلی کوتاه سوال میخوایم در این رابطه بپرسم که پناه دادن به القاعده در آن زمان در 2001 و حالا در 2022 ایده شما یک اشتباه طالبان نمیبینیم؟ هر کسی که در افغانستان القاعده در زمان حکومت استاد ربانی به افغانستان پناه برده، میزبانش هم استاد ربانی بود، پولم برش استاد ربانی میداد. القاعده در سودان بود. در میراث حکومت استاد مرحوم و طالب ها برگشت. یک اجازه بدید ما به سوالاتی که محترم شیرزای صاحب مطرح کرد پاسخ بدم. اینا گفتن نهضت اسلامی افغانستان در پاکستان درست شد. ما فقط عرض میکنم که برن یک کمی مطالعه تان در این قسمت اضافه بسازیم.
و از دیگر طرف همی کسی که شما قهرمان ملی خطاب میکنین، این عضو نهضت اسلامی افغانستان بود، در دریچه جهاد و مقاومت و مبارزه علیه کمونیست‌ها قیام کرد. و از طرف دیگر شما میگین که در زمان دکتر نجیب حتی امریکا در افغانستان آمدن نمیتونست. قبل از نجیب چطور بود در زمان ببر کارمل؟ و شما میزبان روس‌ها نبودن؟ حزب دموکراتیک چپ آیا 1 میلیون افغان کشته نشد؟ آیا خانه های مردم ویران نشد؟ آیا افغان ها زنده به پولگون داخل نشدند؟ به قبرها زنده به گور نرفتند؟ بم های نیپال استفاده نکردند؟ اگر شما قرار است که او جنایت توجیه کنین، ما میگیم که اشغال شوروی و آمدن شوروی و روسیه امروز، شوروی سابق در افغانستان هم جنایت بود و هم خیانت بود. در رابطه به یکی شما برین در رابطه به امی عامر مسعود که نوشته شده که عضو نهضت اسلامی رو در کجا حاصل کرد، یا در پاکستان حاصل کرد یا در پوهنتون کابل، این رو برین بخونه و حتما این رو بخونه. موضوع دومی است که ما نه حضور ایالات متحده آمریکا را در افغانستان برای ما قابل قبول است، نه حضور شوروی. در مورد نظام طالبان مجبور است به صدای ملت خود و مردم خود گوش بده، روی یک مکانیزم ملی کار بکنن که در نتیجه از اون مکانیزم ملی افغانستان از بحران سیاسی، اقتصادی، بین المللی و انزوای سیاسی بیرون شود. موضوع آخر همی که ما اگر خواسته باشیم که بحث ما بدون از اینکه حرفهای یکدیگر خود رد بکنیم، واقعیت امروز افغانستان را به مورد بررسی قرار میدیم و میتونیم یک پلتفرم بسیار ملی را با وجود اختلافات سلیقه‌ای که ما و شما داریم، با وجود نظریات و اختلافاتی که ما داریم، میتونیم یک پلتفرم را ایجاد بکنیم که در نتیجه از اون پلتفرم یا شورا ما منافع ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان را تحلیل بکنیم. در قسمت دیم که طالبان چنین گم خواه شد که دیگر نخواهد ماند. خود طالبان در 2001 هم گم شد، پس نامدن. با گم کردن طالب و حذف کردن طالب یک گروه دیگه در افغانستان آمده. حالا قضیه افغانستان حل میشه. آقای مختار، امو کسایی که امروز بر ضد طالب استاده هستند، امو گروهی که شما نام میبرید، دزد نیستن، چور نکردن، چپاول نکردن، خیانت نکردن، به میلیون ها دلار از افغانستان نبردن، موضوع شمال و جنوب مطرح نکردن، موضوع قوم مطرح نکردن. آیا اونا کسایی هستند که دایی یک ملت بزرگ و مسلمان را بگیرن؟ آیا شخصیتشان آری همین چیزهایی که دارن؟ خیر. ملت افغانستان در یک چارچوب منافع ملی افغانستان در زیر روشنی دیدگاه اسلام میتونه از بحران. آقای مختار، شما گفتین که طالبان در سال 2001 هم در افغانستان بودن ولی ما شاهد هستیم که دوباره پس آمدن. سوال اینجاست که چی باعث شد که افغانستان پس از 2 دهه از حادثه 11 سپتامبر در وضعیت مشابه پیش از 11 سپتامبر قرار بگیره؟ استراتژی غلط ایالات متحده امریکا غیر مسئولانه با افغانستان آمد و غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شد. در بون کدام جلسه که اینا میگه خطاب میکنن که عامر صاحب بزرگوار، رفیقای عامر صاحب بزرگوارت محترم قانونی صاحب و فهیم و دیگرای الف و ب در بون زمینه آمدن امریکا را بر افغانستان مساعد ساخت. شاگردان بزرگی، رهبری کبیر. جان سپاس آقای مختار. آقای شیرزایی، آقای مختار گفتند که این آقای ربانی بود که به القاعده پناه داد و همچنان کسانی که در مقابل طالبان مقاومت میکنن اونا را دزد و چپاولگر خوانده. این مورد شما چی گفتنی دارین؟ ببینید آقای مختار، ما اصلا نمیخوایم که خود خودشون در قسمت حرفایش صحبت کنم. عادت داره اما تو پرفو میزنه، باز پسان مسئله تو میخواه زنگ میزنه. من معذرت نمیخوام، نگو خورد میسازم. اجازه بده دیگه، اجازه بده. دفای احمقانه اجازه بده دیگه.
ما شما را ببین که تو در بحث تلویزیونی یک کمی ادب یاد بگی، یک بحث ادب یاد بگی، ادب یاد بگی. آقای مختار اجازه بدین. آقای مختار اجازه بدین. آقای شیرزاد صحبت من نمیخوام کجا تو دکتر است. خودت کوچک است. آقای مختار گپت مثل آدم رو بزن. موضوع کوچک لطفاً اجازه بدین آقای شیرزاد صحبت‌های خودم تو تمام بسیار بی‌ادب انسان هستی. تو بسیار بی‌ادب انسان هستی. یک دفعه تو آقای شیرزاد لعنت به آقای شیرزاد شما هم بحث شخصی نبرین. لعنت برای ایدئولوژی چپ تو که داری. تو افغانستان و ایران کردی، ملت افغانستان و ایران کردی. دیروز هم جاسوس بودین، امروز هم جاسوس هستی. آقای صحبت‌های خودم تمام کنن لطفاً. ببین اصلا شما اشتباه میکنین که همچون انسانایی که قدرت یا فهم یا ادب یک بحث و برنامه تلویزیونی را نداره شما دعوت میکنین. این آدم چندین بار خانم مونسه مبارز بیاب کرد، 2-3 بار من بیابش کردیم. در هر برنامه بیاب میشم اگر آدم بی‌حیا و آدمی است که اصلا با معیشت آبروی خود یک سیگولار است که دیروز در دیسکوتیکا بود در میان درگاه اسرائیل است کجا. خب حیف برنامه شما. ببینید اجازه بدین با سوال شما بیایم. درست است که احمد شاه مسعود جمع یک تعداد دیگر در نهضت‌های اسلامی شامل شد، اما همواره ای وطن کی تومی دستای سا، همواره کی در اینجا معامله کرد، افغانستان کی به قهقرا و بحران کشید، کی نگذاشت که افغانستان یا مردم افغانستان یک ملت شود. اگر در بحث چپی بگوییم در 57 اگر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیروز شد، همین خلقیا که عمدتاً گوینده‌های یک زبان بودند به خاطر که یک عقده و یک کینه دارند با سایر اقوام افغانستان، اینا آمدن پرچمیای که عمدتاً از سایر اقوام بخصوص تاجیکا بودن، اینا را کنار زدن، اینا را تعبید کردن با فرامین اشتوانه زمینی آمدن روس‌ها را و دعوت کردن روس‌ها را، زمینی آمدن روس‌ها را که جزئی از بازی‌های بزرگ امریکا، جزئی از آرمان‌های امریکا بود که پای روس‌ها را به افغانستان بکشد. اینمی گوینده‌های یک زمان و اونمی تک قومی و یکتازی قومی منجر به این شد که باید پای روس‌ها کشانیده شود و پلان‌های امریکا را تطبیق کردن در یک معامله. اما زمانی که حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد یا اونجا مجاهدین در پشاور جان گرفتن که دقیق قهرمانی ملی شهید احمد شاه مسعود یا استاد ربانی هم جزء از اون بود. اما زمانی که ببینیم اگر من عمدتاً روی قهرمانی ملی صحبت می‌کنم، قهرمانی ملی وقتی که از اهداف و برنامه‌های استخبارات پاکستان، از نیات شوم استخبارات پاکستان خبر شد، تمام عمرش در پنجشیر سپری شد. چشم نداری تو عاطف، تو وجدان و منطق نداری، تو تاریخ نخوندی، تو فیلم‌ها و تو مستندای شهید احمد شاه مسعود نمی‌بینی، تو عظمت و کرامتش نمی‌بینی که در پنجشیر روس ازش حراس میکرد، تو عظمتش ندیدی که به خاطر که درد میکرد که قطارهایی که کمکایی برای مردم افغانستان، برای مردم بی‌دفاع افغانستان میاد برای قطارها شلیک نکرد، گذاشت که اون قطارها به مردم افغانستان برسه. این از عظمت و از بزرگیش است. تو چشم نداری که روزی که اجازه بدین من حرفم تکمیل کنم، اجازه بدین، روز تو به خاطر نداری که همین قهرمانی ملی به خاطر که منافع اولیای افغانستان مراعات شود در کابل معامله را که نجیب با گلبدین انجام داد نگذاشت که صوبه پنجم شب افغانستان، باز هم انتظار امور رهبرای جهادی کردن، اما در مقابلش کی ایستاد شد؟ گلبدین. به خاطر چی؟ به خاطر یکتازی قومی. اما همواره سر تعظیم فرو می آورد برای همه تا به خاطر یک افغانستان آزاد و مستقل یک پارچه داشت باشه، بدون تعصب عمل کرد. روزی که طالبان آمد همون گلبدین از تبار خود فرار کرد و دامن احمد شاه مسعود نرفت. چطور آمدی بی وجدان صحبت میکنی و توهین میکنی؟ حداقل مراد از این نرد. من نمیفهم که رئیس مطالعات استراتژیک از کجا لقب گرفتی؟ حیف دکتری، دکتر اشرف غنی هم لقب دکتری داشت. خری ایسا کرد به مکه رود چوب باز آیتمون خره که هست برست.
جوان سپاس آقای شیرزایی. آقای وزین، از شما میخوایم بپرسم که شما بحث حال شنیدین، در مورد آمریکا صحبت شد و در مورد شوروی. آقای شیرزایی میگن که امریکا خودش خواست که به گونی پای شوروی به افغانستان بیاید تا اونا بتونن راه آمدن به افغانستان پیدا بکنن و آقای مختار گفتن که حزب خلق بود که پای شوروی رو در افغانستان آورد. خب این همیش تاریخ است. در این مورد شما چی گفتنی دارین و در کل افغانستان به کدام سمت روان است به نظر شما حالا؟ متاسفانه در پیش کامره تلویزیون و در محضر همه بینندگان تبادل دشنام صورت میگیرد و ادبیات متاسفانه بسیار زیاد، ادبیات کوچه و بازار مورد استفاده قرار میگیرد. من در اینجا برای تفسیر کردن در مورد سخنان دیگران در اینجا حضور ندارم. من قبل از اینکه بحث را ترک بکنم و با شما خداحافظی بکنم، میخوام این را بگویم که برای همه مردم افغانستان، برای همه فعالین سیاسی، احزاب و اعضای احزاب در افغانستان، برای همه اقشار و اصناف ملت افغانستان با هر بک‌گراند و باک‌گراند سیاسی و اجتماعی و دینی که دارند، لازم است در موقف خود تجدید نظر بکنند، از گذشته درس بگیرند، با ادبیات و مفردات و کلمات متشنج و کلمات انتقام جویانه. چون آقای وزیر به عنوان سوال آخر میخوایم از من بپرسیم که برنامه در مورد 11 سپتامبر است. اجازه بدهید که من تکمیل بکنم. عرض من این است که ایجاب می‌کند ما درس بگیریم و از تشنج، انتقام جویی، کینه، رفتن به گذشته، هیچ چیز ما به دست نمی آوریم. لازم است که ما مثبت نگر باشیم، مثبت اندیش باشیم، در دیگر را احترام بکنیم، حداقل یک دیگر پذیر باشیم، هم دیگر پذیر باشیم. سوال اخیر آقای وزین، چی فکر میکنین دستاورد امریکا در این 20 سال که در افغانستان حضور داشت چی بود؟ بزرگترین دستاورد امریکا همین است که حالا ما در میز شما دیدیم. دستاوردی که ملت افغانستان تقسیم شد. ما نخبه های افغانستان متاسفانه چیز باسواد افغانستان در گرو تعصبات قومی، مذهبی، منطقوی، سمتی، زبانی هستند و هر روز دارن گورها را میشکافند و مرده‌های دیگر را توهین میکنند و با دیگر تبادل دشنام میکنند. این یکی از دستاوردهای 11 سپتامبر و ارمغان 11 سپتامبر و تجاوز ایالات متحده آمریکا بر ملت افغانستان است. علاوه از تبعات و نتایج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، متاسفانه نسیج و بافت اجتماعی ملت افغانستان از هم گسسته شد متاسفانه و ما با یک ملت منقسم و چند پارچه و متشنج و قدایی و پر از نفرت و پر از و تبدیل شده متاسفانه. اما مردم عام افغانستان مشکل ندارند متاسفانه. قشر باسواد افغانستان، قشر تحصیلاتی افغانستان، خصوصا آنانی که در کشورهای در غرب زندگی میکنند، با وجودی که در زیر دموکراسی زندگی میکنند، زیر پرچم دموکراسی زندگی میکنند و یعنی جهان را بیشتر میبینند، مطالعات بیشتر دارند، مگر متاسفانه تعصبات قومی، مذهبی، منطقوی، گروهی، حزبی و بیشتر متاسفانه در آنجا دیده میشود. متاسفانه 11 سپتامبر نتایج و آثار فرهنگی و فکری، نتایج منفی آثار فکری و فرهنگی 11 سپتامبر و انقسام سیاسی که این تجاوز ایالات متحده آمریکا بر افغانستان برمغان آورد دیرپا خواهد بود و ما نتایج آن را اکنون در میز شما دیدیم، در بحث شما میبینیم، در این بحث میبینیم که ما یک دیگر را تحمل کردن نمیتوانیم، پذیرفتن نمیتوانیم. باز برمیگردیم به ادبیات گذشته، باز از گذشته درس نمیگیریم، نمیآموزیم. من یعنی نخواستم به این اشاره داشته باشم که مشکلات افغانستان کجا آغاز شد. کودتای میمون و نامشؤوم 7 صفر سرآغاز بدبختی مردم افغانستان بود. افغانستان را از نخبه های افغانستان خالی ساخت، حکومت قانونی سرنگون کرد، رئیس جمهور را با خانواده آن به قتل عام کرد و ده ها هزار از بهترین فرزندان افغانستان قربانی ظلم و وحشت دیکتاتوری، پرولتاریا و مارکسیسم لنینیسم در افغانستان شدند و تا امروز آتش را که بعد از کودتای شوم و نامیمون 7 صفر که با دروغ و انقلاب میخواستند افروخته شد، تا امروز ملت افغانستان را میسوزاند و از ملت افغانستان قربانی میگیرد. من میخواستم بگم که ما باید درس بگیریم، به جای تمجید از گذشته بیاموزیم، صفحه جدید آغاز بکنیم. با گذشته رفتن، یک دیگر را توهین کردن، من گمان میکنم که ما به جای نمیرسیم. خوب است، بهتر است که نخبه هایمان، دانشمندانمان، روشنفکرانمان با وجود تفاوت نظر و اختلاف نظر
از تاریخ بیاموزند، از خود بیاموزند و اجازه میدن که ما به حیث یک ملت از هر قومی که هستیم، از در زبانی که هستیم، از هر حزب و بک‌گراند سیاسی که هستیم و روی مشترکات ملی که برای هر افغان قابل قبول است گرد هم بیاییم و اینکه امروز برای امروز افغانستان و فردای افغانستان و نجات افغانستان از بحران و مشکل با هم تلاش بکنیم، دست به دست هم بدهیم. اما با دشنام دادن، با تعصب کردن، با یک دیگر تاختن، بر گروه ها را شگافتن، گروه ها را دشنام دادن، گمان میکنم کار با جایی نمیرسد. آقای شیرزی، از شما میخوایم بپرسم که نظر شما در این مورد چیست؟ اونا گفتن که دستاورد آمریکا همین بود که بی اتفاقی قوم پرستی را در افغانستان بیاره. شما هم نظر اینا هستین؟ ببینید، نه تنها بی اتفاقی و قوم پرستی از آمدن امریکا که من با یبز احترام و نظریات استاد نمیخوام چند مطلب دیگر هم در کنار از این مطلب اضافه کنم. عامل بدبختی افغانستان نه تنها هفت ثور که یقینا یکی از حرفا هفت ثور و مو فرامین اشکانه که من بیشتر تشریح کردم، مو تک قومی در هفت ثور صورت گرفت، اما بنیادش پیش از هفت ثور در 1975 گذاشته شد، زمانی که جنبش‌های اسلامی در امریکا بنا نهاد در پشاور. از اون زمان امریکا خیال و فکر زیر داشت که باید به افغانستان بیاید، بنابراین به خاطر دامن زدن تعصبات قومی، لسانی، منطقوی، چگونه معاملات شود، همش بنیادش از اون زمان گذاشته شده. عامل بدبختی قبل از هفت ثور است. زمانایی که اصلا هفت ثور نبود، زمان داود خان بود، اما اغتشاش‌ها در بعض ولایت‌ها صورت گرفت. اونجا وقت هفت ثور نبود، اما هفت ثور حاکمیت حفیظ الامین و نور محمد ترکی، اما خلقیای که حال در کنار طالب همیال هم حضور دارند، حتی روابط طالب و با روسا همیال تامین کرده. این خلقیا عامل اصلی بدبختی شد، یا گرم کردن اما اهداف امریکا را در هفت ثور تا اینکه پای روسا کشانیده شد. به این شکل آهسته آهسته همین اختلافات قومی، تعصبات قومی دامن زده شد. به خصوص اما یک پیام داشته باشیم. اجازه بدین من حرفم تکمیل کنم. اجازه بدین. زمان حاکمیت ببرک کارمل این تعصبات خاتمه یافت. من بارها گفتیم سلطان علی کشمند از ملیت زحمتکش هزاره بر اولین بار یک هزاره آمد صدر اعظم افغانستان شد به خاطر شایستگی و لیاقتی که داشت. اصلا تعصب، سمت، قوم، زبان فکر نبود. همه مردم فقط روی اون شایستگی و لیاقت و تعهد وطن پرستی و پست‌های دولتی گماشته می‌شد. اما در آخر حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان باز ما دیدیم که دامنه تعصبات همونجوری که زمان آمدن مجاهدین گلبدین حکمتیاری در دیگه هم گرم شد و حال طالبان رو می‌بینید که این اختلافات قومی رو به اندازه‌ای رسانده که این اختلافات قومی از ادارات برآمده تا معارف افغانستان هم در بر گرفت. آقای شیرزی، شما طالبان یک گروه تروریستی نامیدین و همچنان آمریکا هم چند وقت پیش به طالبان به حیث یک گروه تروریستی میشناخت. پس چی به اتفاق افتاد که حالا آمریکا الظواهری را در قلب کابل میکشه ولی با طالبان کار نداره و این بی‌تفاوتیشان در مقابل طالبان چی پیامد خواهد داشت؟ ببینید، استخبارات بزرگ میفهمه که چه وقت یک گروه را ایجاد کنه، چه وقت یک گروه را نابود بسازه، چه وقت مورهای خواهد از کجا استفاده کنه، چه وقت به چی شکل با کدام نام از بین ببره. تا زمانی که اهداف سر القاعده داشت یا برنامه‌ای داشت نگاهش کرد، تا زمانی که به اهدافش برآورده شد یا دید که برای منافع ملی امریکا خطر احساس میشه، اسامه از بین بود. حال هم الظواهری که در کابل بود کار میکنه، در حالی که همین سرازی نقانی و جمع دوستایشان رفتن در هلمند و دفن کردن. الظواهری در کابل در پایتخت افغانستان آماج قرار داد و از بین بردش. گروه‌های دیگه که در افغانستان همیال وجود داره همه جزء بازی‌های استخبارات بزرگ است. طالبان هم با یک وظیفه که برایشان سپرده شده دنبال از او وظیفه است. هیچ گونه فرق بین گروه‌های تروریستی نیست، در حالی که در 20 سال امریکا آمد با شعار مبارزه با تروریسم کی بود؟ همین طالب بود. اما این طالب که سران شب در گوانتانامو تربیه کرد، اونجا تجهیز کرد، اونجا ترینینگ دادشان، دوباره همیال تمام
رهبرای طالب که در قدرت است همشون در گوانتانامو یک ترینینگ دیدن، یک به عنوان برنامه پرسش زندانی اخیر. سیاسی، همشون اونجا ترینینگ دیدن، همشون آموزش دیدن. ببینید استخبارات بزرگ میفهمه که این مورای خود در کجا و چی شکل استعمال کنه. آقای شیرزایی تشکر. به عنوان پرسش آخر، افغانستان به نظر شما به کدام سمت روان است و از این به بعد جهان به افغانستان با چی سیاست نگاه خواهد کرد؟ افغانستان به یک بحران، افغانستان به یک مرکز توریسم جهانی، حتی تا اندازه که کمپای تربیت توریستا از پاکستان، از وزیرستان همش انتقال کرد به افغانستان، تعدادش در کنگرهار است، حتی در خوجه بودین حدود 6000 انتقال دادن، در سر پل در ولایت‌های دیگه برنامه دارن که همون کمپای تربیت توریستا انتقال بیافته. افغانستان مرکز تربیت توریسم، افغانستان مرکز حراست. یعنی اگر جامعه جهانی صادقانه عمل نکنه و خصوص در کنار جامعه جهانی، اگر مردم افغانستان به خاطر بقای خود، به خاطر حفظ هویت خود، به خاطر تبار خود، به خاطر سرزمین خود شجاعانه اقدام نکنند، افغانستان اینمی شکل میمونه و امیدوار هستم که مردم افغانستان بیدار شوند و بیدار شدنی هستند. به هیچ عنوان مردم افغانستان این ظلم و ستم و یکتازی قومی دیگه برایشان قابل پذیرش نخواهد بود. روزهای آخر حکومت طالبان خواهد بود. سپاسگزارم از شما. برنامه در همینجا به پایان رسید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.